به نام خدا. دانشجویان گرامی سلام. ضمن آرزوی سلامتی برای شما عزیزان، خواهشمندیم به نکات ذکر شده در این ویدیو جهت ورود به کلاس‌های خود توجه فرمایید. پس از ورود به سامانه wadamap.iauec.ac.ir در ابتدا در پایین صفحه قسمت مرکز دانلود نرم افزارهای مورد نیاز را دانلود و نصب نمایید. سپس بر روی استان مربوطه کلیک کنید. پس از انتخاب واحد مورد نظر به سامانه آموزش مجازی وادانا هدایت می شوید. لطفاً در این قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را زده و وارد پنل شخصی خود شوید. در صفحه باز شده می توانید مشخصات فردی خود را در سمت چپ بالای صفحه مشاهده نمایید. در ادامه از وسط صفحه ذیل درس‌های من کلاس مورد نظر خود را انتخاب نموده و در صفحه بعد روی شماره کلاس کلیک کنید. در این مرحله پیوستن به کلاس را بزنید و در صفحه باز شده گزینه Opening Application را کلیک نمایید. توجه داشته باشید جهت مشاهده کلاس خود با کیفیت مناسب علاوه بر این که از کامپیوتر شخصی یا لپتاپ استفاده می کنید، گزینه Opening Application انتخاب شود. لازم به ذکر است انتخاب این گزینه حتما نیاز به نصب نرم افزار ادوبی کانکت 2020 و کیبورد فارسی نیکان را دارد که از قسمت مرکز دانلود در ابتدای ورود به سامانه می توانید نصب نمایید. ضمناً گزینه اوپنینگ براوزر نیاز به نصب این دو برنامه ندارد و کلاس را در محیط وب باز می کند، اما در مقایسه با اوپنینگ اپلیکیشن قابلیت ابزاری کمتری دارد. در صفحه بعد تیک بالای صفحه را زده و گزینه اوپنینگ ادوب کانکت را کلیک نمایید و وارد کلاس شوید. با تشکر.